سید احمد موسوی در کنارش دژاگه هست. اشکان دژاگه درون محوطه جریمه، فرصت برای تراکتور و توی دروازه سوگیتا در 16مین دقیقه این مسابقه گل اول این بازی رو به ثمر میرسونه. بازیکن ژاپنی تیم فوتبال تراکتور روی این صحنه و پاسی که اشکان دژاگه داد گل اول بازی رو به ثمر رسوند.